مردم تاجیکستان خوب احساس میکند که سال به سال چگونه تامین به اهالی با برق بهتر شده ایستاده است. خودی همیشه بروز به اهالی مملکت زیاده از 12 ساعت برق تامین کرده ایستاده است. غیر آن که تمامی شهر نایای مملکت، مرکزی شهر نایای مملکت پره 24 ساعت با قوه برق تامین است. 2 سال آخر مردم مملکت را پره با برق تامین نموده در حجم قریب 3 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق صادرات کردیم. حالا تا دههای دوردستانی مملکت پره شب و روز دوام سال با قوه برق تامین است. با 98 قریب 100% انرژی ثابت استفاده میکنیم. با مردم شریف تاجیکستان بار دیگر مراجعت میکنم. بار دیگر ما را درست فهمید. حالا که برای اجرای تامین اهالی مملکت با قوه برق همگی 1.5 میلیارد کیلووات ساعت لازم است، یعنی همین قوه برق استحصال شده در وطن حاضر پره برای مردم میرسد و زیادی میکند. در سابق شوروی اینقدر دولتی که اینقدر شماره نیروهای برقی بنیاد کرده باشه غیر تاجیکستان نیست. سنگتوده 1 سنگتوده 2 نیروهای برقی سربند پره از نو کرده قریب 40 میلیون حاضر هم دوام دارد. قیراقم نارک از نو بازسازی شده است. 750 میلیون دلار 7.5 میلیارد قریب 8 میلیارد سوم مونده. راغون بنیاد شده است. 2 تا اگریگاتش به استفاده داده شده. 80% اهالی در دهات زندگی می‌کنند. 14 ساعت برق نمی‌گیرند. گاز نداریم. ما تصمیم گرفتیم که سال 2025 اگریگات سیوم نیروهای برقی آبی راغون را به استفاده دهیم. تاجیکستان از روی پاییزی استحصال انرژی سبز ششم کشور پیشرفته سیاره میباشد. با 98 قریب 100% انرژی سبز استحصال میکنیم. بعد 50 سال فعالیت اگریگات یکم نیروهای نارک پس از تجدید با خرج بیش از 800 میلیون سومانی با توانایی 375 میگاوات ماه اکتبر سال 2022 موردی بهره برداری قرار داده شد. مردم تاجیکستان خوب احساس میکند که سال به سال چگونه تامین به اهالی با برق بهتر شده ایستاده است. کمی هم باشد بهتر شده ایستاده است. ما 10 سال پیش همگی امکانیت نداشتیم، محدود بودیم. همین که 2 تا 4 ساعت نیروی برق می‌دهیم. خودی همیشه بروز با اهالی مملکت زیاده از 12 ساعت برق تامین کرده ایستاده است. غیر آن که تمامی شهر نایای مملکت، مرکزی شهر نایای مملکت پره 24 ساعت با قوه برق تامین است. غیر آنی که تمامی کارخانه‌های صنعتی استحصالی کار و فعالیت میکنند. تمامی مؤسسه‌های ساحه معارف و دیگر ساحه اجتماعی با برق تامین است. خود همین سال 2018 ما نه تنها برای نائل شدن به استقلالیت انرژتیکی قدمی استوار گذاشتیم، بلکه بار اول در 27 سال صاحب اقتداری کشورمان 2 سال آخر مردم مملکت را پره با برق تامین نموده در حجم قریب 3 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق صادرات کردیم. اگر مردم کشور ما شما در یاد داشته باشیم زمستان‌هایی بود که ما مردم را 80% اهالی را حتی 1 ساعت هم برق داده نمی‌توانست. حالا تا دههای دوردستانی مملکت پره شب و روز دوام سال با قوه برق تامین است. سال 2016 همگی ما 8 ساعت اهالی مملکت را برق تامین می‌کردیم. مخصوصا در فصل تیرماه زمستان همگی 8 ساعت 2016 و امروز تمام گوشه کنار مملکت تا دههای دوردستانی و صنعت مملکت 24 ساعت با قوه برق پره تامین است و بعضا کشورهای دیگر هم با کاغذ خاص علاوه میکنیم کودک‌ها را
خود میتیم مکتب روی میکنیم. این انصاف داره یا نداره ما؟ این برق خوجاینش نخواد که همه خیل نایه نزدیکی دوشنبه در 2 ساعت 3 ساعت ما برق میتیم. ما در شهر دوشنبه چسبیدگیم، این حساب شهر میره. های دوردستری و صنعت مملکت 24 ساعت با قوه برق پورا تامین است و بعضا کشورهای دیگر هم همسایه. به مردم شریف تاجیکستان بار دیگر مراجعت میکنم. بار دیگر ما را درست فهمید، یک زمستان دیگر در پیش است. زمستان تیرما، زمستان سال 2026 از این زمستان سبکتر میگردد، چون که ما اقتدارهای نو به استفاده میدیم، خیلی بهتر میشود و ما شما تاریخاً از سال 27 فراموش میکنیم دیگر برق کشتن، برق وی کردن. مردم تاجیکستان خوب احساس میکند که سال به سال چگونه تامین به اهالی با برق بهتر شده ایستاده است. خودی همیشه بروز با اهالی مملکت زیاده از 12 ساعت برق تامین کرده ایستاده. غیر آن که تمامی شهر نایای مملکت، مرکزی شهر نایای مملکت پورا 24 ساعت با قوه برق تامین است. 2 سال آخر مردم مملکت رو پورا با برق تامین نموده در حجم قریب 3 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق صادرات کردیم. حالا تا دههای دوردستانی مملکت پورا شب و روز دوام سال با قوه برق تامین است. ما 98 قریب 100% انرژی صاف استفاده میکنیم. به مردم شریف تاجیکستان بار دیگر مراجعت میکنم. بار دیگر ما را درست فهمید،